салом тамошобинони азиз, дуруд мегӯем ҳузури нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доред. Меҳмони кошонаҳои шумост барномаи дурдонаҳо тақдим аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент. Ва имрӯза меҳмони барномаи мо ҳастанд ана ҳамин гулдухтари зебо ки ном доранд Фархунда. Фархунда бону, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Шумо чанд сола ҳастед? 8. 8 сола. Ба мактаб меравед? Ба кадом мактаб? Мактаб 1. хуб, ташаккури зиёд. Шумо дар синф чанд талаба ҳастед? 49. 49 нафар хонандагон дар як синф мехонед. Омӯзгоратон кист? Зариб ва Мавзуна. хуб, шумо дар мактаб ҳамаи ҳарфҳоро омӯхтед. Ба фикрам синфи 1 мехонед? Ҳамаи ҳарфҳоро аз худ кардед? хонда навишта метавонед? рақамҳоро чӣ медонед? То чанд ҳисоб карда метавонед? 100. Кани то 100 ҳисоб кунед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. хуб, ташаккур. Метавонистаед. хуб, шумо вақте ки ҳарфҳоро мегузаштед, муаллиматон вақте ки ба шумо ҳарфҳоро ёд медоданд, ана ҳамон ба ҳар як ҳарф шумо шеър аз ёд карда будед, ба ҳамаи ҳарфҳо шеър медонед? ба ҳарфи а шеър медонед? кани хонед? من الفبا میخوانم، برا میخوانم، الفبای سوردار، سورد جدا بسیار، قد رای کلان، بچه ها شاد و خندان، سوی مکتب میروم، مرغا بیها میدوند. خب، تشکری زیاد. در مکتب دکونه داره؟ که نام ها شما گوید؟ مهرانه ملکه. میدونید که روزی پرچم کی است؟ ما کدام روز، کدام ماه ایدی پرچم رو جشن میگیریم؟ 23 فوریه. 23 فوریه جشن پرچم است. خب این خبر باشد 24 نوامبر ما کدام عید رو جشن میگیریم؟ پرچم. 24 نوامبر روزی پرچم است. خب 23 فوریه کدام روز است؟ عید عسکرا. روزی ارتشی ملی. شما همراه اویلاتون با شهر پنجکن، یعنی که با سیر و سیاحت یا که با تماشا میبرید؟ با سراسم رفته اید یکم بار؟ با کی رفتید؟ ایمو ینگموم. در آنجا چی بود؟ سراسم. باز؟ خب با شهرک قدیمه سراسم رفتید؟ خب چی بسیارتر با شما مقبول شد؟ چی ها رو تماشا کردید؟ سیکلت آشه. باز؟ سیکلت تمام. تمام؟ آثارخانه رو تماشا کردید؟ خب با آثارخانه شهری یکم بار رفتید؟ در نزدیک کاخ فرهنگ است. رفتید؟ با کیا رفتید؟ موزه؟ ایم کتی اپم تمام. کی رفته بودید؟ 25 کدام ماه؟ январ. январ، یعنی که همین سال شما رفتید؟ فرخنده بانو، شما میدونید که یک سال چند ماه دارد؟ 12. نامبر کرده میتونید با نوبت؟ январ، فوریه، مارت، مای، ایون، ایول، سپتامبر، اکتبر، نوامبر. خوب، ماهی اپریل، ماهی آگوست، январ، مارت، اپریل، مای، ایون، ایول، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دکامبر. آفرین. خب شما در وصف وطن تاجیکستان شعر میدونید؟
در سری اندیشه فردا ما زنده داری می نماید تا سحر ای عجب باشد آدمزاده بحر آدم جانفشانش اینقدر. خب تشکری زیاد. شما در خانه چند فرزند هستید؟ دو. اپا دارید؟ چی نام داره؟ سبرینا. خب اپاتون هم به مکتب می روند؟ ها؟ به کدام مکتب؟ رازی. صنفی چند؟ 6. صنفی 6 هستند. شما همراه بی بابایتون زندگی میکنید؟ ها. خب در خانه در وقتهای خالگی وقتی که مکتب نیست یا که بعد از مکتب به چی کار مشغول هستید؟ خونه می روم. شما میکنید همین کارو؟ با چی کار میکنید؟ دیگو طباق می شویم. تمام. اپاتون چی کار میکنه؟ اپیم درس در میکنم. همه کار رو شما میکنید اما درس رو اپاتون میکنید ها؟ شما درس تر نمیکنید؟ میکنم. خیلی بعد از کارها رو کرده شدن ها؟ ها. اپاتون کارهای خانه رو نمیکنن؟ میکنم. چی کار میکنن؟ خانه میخون داره جا به جا میکنم. کدام خوراک رو بسیار دوست میدارید؟ آش دروش. آش ترش. خب خودتون خوراک پخته میتونید؟ میتونید؟ کدام خوراک رو میپزید؟ کرچک قاقق. باز تمام. بسیارتر پدر و مادرتان رو دوست میدارید یا که بیبی و بابایتان رو؟ هر جاشان را. هر چهارشون رو دوست میدارید؟ خب در خانه در روزهای استراحتی گوییم یا که وقتی که مکتب تعطیل می شود تعطیل تابستانه شما به یگان جا به سیاحت می روید بیرون از شهر؟ نمی روید؟ به هفتگل رفته اید بوری؟ هفگل؟ نه. نرفته اید؟ ارتوچی؟ نه. نرفته اید؟ خوب موضع خیلی قدیمه هست پنجکندی قدیم میدونید؟ نمیدونید نشونده اید؟ خب وقتی که به خانه می روید بابایتون رو میگوید که ما رو حتما برید به پنجکندی قدیم و از تاریخ شهرمون اولا آگاه شویم گوید. خوب رنگی دوست داشتهتون کدام است؟ کبود. کبود. شما در آینده وقتی که کلان می شوید مکتب رو ختم میکنید دانشگاه رو ختم میکنید چی شدن؟ کدام اختصاص رو دکتر. انتخاب میکنید؟ دکتر می شوید؟ دکتر چی؟ دکترسکی. شما در کودکیتون بیمار شده بودید؟ یکم بار. ها. خب به دکتر برده بودن؟ ها. انا همون دکترانی که شما رو طبابت کردن با شما چگونه مناسبت داشتن؟ نقص. انا همون ها که مناسبتشان خوب بود شما کسبی آنها را دوست داشتید و میخواید که در آینده دکتر شوید میخواد؟ خب فرخنده بانو برنامه ما با شما پسند آمد؟ باز میآیید؟ دفعه آینده حتما شعرهای بسیارتر از یاد کنید روز جشنهای تاجیکستان را از خود کنید خب و افسانه هم از یاد کنید. تماشاچیان عزیز در فرجام برنامه به اشتراکچی امروزهمان افتخارنامه و تحفه سرپرستی برنامه شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند را می‌سپاریم. فرخنده بانو این افتخارنامه برای اشتراکی فعالانه رحمت. سلامت باشد و انا این تحفه نیز از آن شماست. تشکر زیاد برای اشتراکتان. تماشاچیان عزیز در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزه دردانه ها. تا برنامه های نوبتی عزیزان سلامت و سربلند باشید. خیر.